درود و روز بخیر دوستان عزیز، با یک ویدیو بررسی هفتگی دیگه در خدمتتون. این هفته از 8 جون تا 14 جون 2025 رو با هم دیگه بررسی کنیم. همینطور که میبینید یه تقویم اقتصادی خیلی خلوت رو داریم، اما خبرهای بسیار مهمی برای دلار وجود داره. با هم دیگه بررسی کنیم. روز دوشنبه بانک‌های استرالیا تعطیلن. میتونید اینجا کلیک کنید و دلیلش رو هم ببینید. خب دلیلش چیه؟ King's Birthday، تولد پادشاه، تولدش مبارک. اما ساعت 5 صبح دوستان چینیمون CPI رو اعلام میکنن، تورمشون. همونطور که میدونید یکی از معضلات بزرگ چین تورم منفیشه. این تورم باید افزایش پیدا کنه، اما همونطور که می‌بینید توی ورژن سالیانه پیش بینی کردن که تورم باز هم داره کاهش پیدا کنه و این باعث تضعیف یوان چین، دلار استرالیا و دلار نیوزلند میشه. و همینطور PPI تورم مصرف کنندش که اون هم داره کاهشی میشه و این اصلا برای CNY خوب نیست. بانک‌های سوئیس، فرانسه و آلمان هم تعطیلند. اینا به چه دلیل تعطیلند؟ با ویت ماندی. امیدوارم ویت ماندی بهشون خوش بگذره. خب و وام‌های جدید چین قراره اعلام بشه که از 280 بیلیون به 890 بیلیون دلار برسه. و این هم میتونه یه مقداری باعث تقویت محرک‌های اقتصادی چین بشه، یه مقدار یوان رو قوی کنه. اما این CPI ها خیلی مهمه. توی فارکس جو فرض USD CNY رو هم میتونید ترید کنید توی خیلی از بروکرها. اما روز سه‌شنبه برای پوند بریتانیا Average Earning Index رو داریم، میانگین دستمزد ساعتیشون توی بازه 3 ماهه و سالیانه اعلام میشه و همینطور که میبینید از 5.5% پیش بینی میشه بشه 5.3%. پوند میتونه مقداری تضعیف بشه و Climate Count Change رو داریم. همینطور که میبینید آمار بیکاران از 52 شده 9.5 و این باعث تضعیف پوند میتونه بشه. این هفته خوبی برای پوند نیست، چون این پایین رو هم برای پوند GDP داریم که این هم پیش بینی شده ضعیف‌تر اعلام میشه. برعکس هفته‌های قبلی که پوند خوب کار کرد، این هفته خوبی نیست. اما روز چهارشنبه مهمترین خبر هفته رو داریم، CPI و کور CPI برای دلار آمریکا که تورمشون هست. توی ورژن کور که مواد غذایی و انرژی ازش حذف شده، افزایش رو توی مقیاس ماهیانه می‌بینیم. اما توی ورژن اصلی که هم مواد غذایی و هم حامل‌های انرژی داخلش هست، تورم ماهیانه فرقی نمی‌کنه، ولی تورم سالیانه به خاطر 12 ماه قبلش که با هم جمع شده و میانگین گرفته میشه از 2.3 به 2.5 میرسه و این باعث تقویت دلار میتونه بشه. پس این هفته حواسمون هست پوند داره ضعیف میشه و USD داره قوی میشه. به نظرتون چه جفت ارزی رو انتخاب کنی؟ آفرین، GBP USD. چی کارش کنی؟ بده بغلی. نه، نده بغلی. GBP USD رو باید سل گرفت. آفرین، چون دلار داره تقویت میشه و پوند داره تضعیف میشه. خب 9:30 رو که بهتون اعلام کردم، تولید ناخالص داخلی ماهیانه‌شون قرار کمتر اعلام بشه برای پوند بریتانیا و روز پنجشنبه ساعت 4 عصر تورم تولید کننده توی ورژن کور. توی تورم تولید کننده هزینه‌های حمل و نقل رو در نظر نمیگیره. همینطور که می‌بینید افزایشی رو داریم، میتونه باعث تقویت دلار بشه و توی ورژن اصلی هم تقویت داریم، باز هم میتونه باعث تقویت دلار بشه. آمار بیمه بیکاران هفتگی هم کمتر شده، باز میتونه باعث تقویت دلار بشه. البته همه اینا به شرط اینه که ترامپ نیاد دوباره سخنرانی کنه و تر بزنه به
دلار. خب 5:30 کانسومر سنتیمنت رو داریم، احساسات مصرف کننده آمریکایی. از 52.2 شده 52.5. اگه دقت کنین اینجا نوشته ریوایز فرام 50.8. از 50.8 بازبینی شده بیشتر و این میتونه دلار رو قوی کنه. هرچی گفتیم دلار قوی شد، حواستون باشه چی داره ضعیف میشه؟ پوند. مرسی که متوجه شد. بریم سراغ چارت‌ها و با هم دیگه بررسیشون کنیم. خب همینطور که میبینید اینجا شاخص دلار رو داریم، اومده پایین، روی این بیس داره برای خودش کار میکنه، باید تقویت بشه. روز آخر هم اینجا ما تقویتی رو داریم از شاخص دلار میبینیم. هنوز هم پیش بینیمون این که به سمت بالا حرکت کنه، مخصوصا با این دوجی و با این پین بار میتونه به سمت بالا حرکتی رو داشته باشه. حالا یا تا ناحیه 100 میرسه یا تا ناحیه 101، ولی به هر حال حرکت به سمت بالا رو با این اخبار انتظار داریم. و اما بریم سراغ پوند دلار اول، اون جفت ارزی رو که بهتون گفتم. خب پوند دلار، ای جونم، ببینید چه بای اینجا داشته. از اینجا این بای رو ما گرفتیم، این پول بک قشنگ رو و وارد معامله شد. چند پیپ خودتون چک کنید که چند پیپ. این در تایم فریم دیلی هست، حواستون باشه. 130 پیپ، البته اگه نگهش داشته باشین تا 200 پیپ هم میرفت، ولی اونجا ماهتون اعلام کردیم 130 پیپ. یه ریسک به ریوارد 1/3.8 1/3 رو گرفته بودید. هنوز هم اگه قیمت به اینجا برگرده این سیگنال ما فعاله. من این رو پاکش کنم یه کاری بشنم. توی این هفته بهتون گفتیم پوند باید تضعیف بشه. همینطور که میبینیم من سقفی رو اینجا براش نمیبینم. میتونیم بریم تو تایم فریم ویکلی و اینجا یه بیس براش پیدا کنیم. خب همینطور که میبینید من میتونم این بیس رو براش رسم کنم. اینجا بیس خوبی هم هست. البته این دوجی اینجا میتونه بیس خوبی باشه. بیایم از این یکی رسمش کنیم. اوکی. پوند باید از اینجا به سمت پایین برگرده. حالا که دیدیم میایم تو تایم فریم های پایین تر دنبال بهانه میگردیم برای سل زدن، نشانه برگشتی پیدا کنیم برای سل زدن. تو تایم فریم 4 ساعته من اینجا دارم این خط روند رو میبینم. اگه 4 ساعته یک کندل زیر این کلوز بده من راحت میتونم این رو سل بگیرم. تا کجا؟ تارگت اول، تارگت دوم و تارگت نهاییمون. خب که تارگت نهایی جاییه که ما از اینجا دوباره پایش رو بزنیم بالا. چقدر زیبا. خب پس حواسمون به این هست که پوند دلار قرار سل بشه و اگه همین رو کپی کنید بیارید بالا میبینید که توی یک کانال به زیبایی داره حرکت میکنه. خب میدونیم دیگه سقف کانال سل، کف کانال بای. اگه کف کانال رو شکست میتونیم وارد پوزیشن های فروش بشیم. خب این از پوند دلار. من یه علامت شورت پوزیشن هم اینجا براش بگذاریم که حواسمون باشه میخوایم این رو سل بزنیم. اوکی. استاپ کجاست؟ پشت آخرین بیس. اینجا تارگت کجا؟ میتونه تا اینجا باشه. 1 به 2.5 اینا رو بمونید. عالی. بریم و یورو دلار رو با هم دیگه چک کنیم. وقتی DXY سعودیه طبیعتاً یورو دلار باید نزول باشه. بیایم و با هم دیگه بررسیش کنیم. از اینجا انتظار داشتیم که بره بالا ولی از اینجا حرکت کرد به سمت بالا رفت. هنوز پوزیشن ما اینجا فعاله و پوزیشن سلمون که فعال شد. فعلا توی پوزیشن سل هستیم، استاپمون اینجاست و تارگت هم اینجا قرار داره. ولی کلا بهتون توصیه میکنم روی پوند سل بگیرید نسبت به یورو. بریم سراغ AUD USD.
یه رنج بسیار بسیار طولانی رو زده. چند روزه تقریبا از 18 اپریل تا 10 جون 50 روز 40 روزی هست که اینجا در واقع خودش رنج میزنه. ما اینجا وارد معامله سل شدیم، هنوز نشدیم، یکم دیگه باید بالاتر بعد برسیم. پس AUD هم حواستون باشه. USD CHF از اینجا معامله ما روی این شادو فعال شد تا این پایین رسید، تارگتمون هم داد. چند پیپ تارگتمونه؟ 182. ریسک به ریوارد 2.78 رو به ما داد. پس این هم سیگنال بعدیمون که من پاکش میکنم. تا الان 2 تا سود خیلی خوب گرفت. یک بار دیگه منتظرم USD CHF برسه به این منطقه و من از اینجا دوباره بتونم سل این رو بگیرم. میشه همینجا بای رو گرفت ولی چون استاپ زیاد میشه من دیگه نذاشتم. اوکی، اینم یه ریسک ریوارد 3.5 رو بهمون میده. بریم سراغ USD. این USD JPY بود، عذرخواهی میکنم گفتم USD CHF. حواسمون هست که روی USD JPY دوباره میتونیم اونجا سل رو بگیریم. USD CAD رو اینجا داریم. همینطور که میبینید از اینجایی که بهتون اعلام کردیم دقیقاً از اینجا وارد معامله شده تا اینجا هم اومده و باز هم به ما تارگت داده. چند پیپ تارگت ما بوده با هم دیگه ببینیم. 180 پیپ. نوش جونتون. این سیگنال هم به زیبایی به تارگت خورد. الان چیکار کنم؟ الان در حال حاضر فقط میتونیم در جهت نزول USD CAD وارد معامله بشیم. من اینجا یه شورت پوزیشن میذارم. دوباره اگه قیمت به این بالا این نواحی برگرده من فروشندم. اینجا یه ریسک ریوارد 2 رو میتونیم ازش بگیریم. USD CHF از اینجا وارد شدیم برای بای. اگه استاپتون این پشت بوده خورده. اگه یه مقدار فاصله داشته استاپتون هنوز تاچ نشده. اگه هم استاپ خورده باشید 80 پیپ استاپ خورده، مهم نیست. دیدید که چقدر بیشتر سود کسب کرد. ولی این رو من میتونم اینجا یه مقدار پایین‌تر بیاریم و بگیم دوباره میخوایم وارد معامله بایش بشیم. میشین از اینجاها به فکر بای بود. XAU طلا از اینجا منتظر بودیم که برگرده ولی از اینجا حرکت کرد. ایرادی نداره. هنوز هم منتظریم که از اینجا دوباره بتونیم بای رو بگیریم. حواسمون هم هست که طلا سعودیه. نفت به هیچ کدوم از تارگت های ما نرسید. از اینجا میشه سل گرفت ولی ریسکش بالاست. من اینجا یه علامت براتون میذارم ولی حواستون باشه که این یه مقدار ریسکیه. بیت کوین اینجا تارگت داد رفت بالا سود داد تمام، من میبندمش. الان منتظر چیم؟ از اینجاها از اون ناحیه 94,000 بتونم آیا بیت کوین نزولیه؟ معلوم نیست. اگه این سقف 106,900 107,000 رو بشکنه به سمت بالا حرکت کنه سود. در غیر این صورت فقط پوزیشن های نزولی رو ما میتونیم بگیریم توی این جایی که الان بیت کوین وجود داره. پس میایم و اینجا پوزیشن های نزولی رو من میتونم توی این منطقه براش ست کنم. از اینجا من میتونم وارد پوزیشن های نزولی بشم. یه مقدار بالاتر بیاد تو 107,500 من 105,900 106,000 فروشندم با استاپ اینقدری و تارگت اوکی. اما اتریوم یه مقدار وضعیت جالب تری رو داره نسبت به بیت کوین. من چارچو بزرگتر بذارم. اتریوم توی رنج کندلی تقریبا یک ماه گیر کرد. کفش 2370 سقفش 2700 2700. اگه این رنج به سمت پایین بشکنه
به شدت نزولش زیاده و تا 1800. اما اگه به سمت بالا بشکنه تارگت های بعدیش $3000 و $4000 که به احتمال خیلی بیشتر قراره به سمت بالا بره، چون بیت کوین که به شدت رنج دیدی داره اونجا برخوش رنج میزنه، اما اتریوم میتونه حرکت خوبش به سمت بالا بره. رمز ارز دیگه ای که این روزها خیلی خودم دارم روش کار میکنم سولاناست. گفتم اینم باتون در میون بگذارم. همینطور که میبینید من اینجا این بیس ها رو پاک کنم، با هم دیگه یه سری بیس به عنوان آموزش و تحلیل بکشیم. خب چی میبینم اینجا؟ اصلی ترین چیزی که من اینجا میتونم ببینم این ناحیه است، به عنوان سقف قیمت سولانا، و این ناحیه به عنوان کف قیمت سولانا. حواسمون باشه سولانا به 140 143 اینا رسید میتونم بای بزنم، هم جایی که فعلا هست روی 180 182 بفروشمش. معامله خوبی میتونه براتون باشه. خب امیدوارم که این تحلیل های چارت ها که بیشتر این هفته روی تحلیل ها بودیم به دردتون بخوره و ازش نهایت استفاده رو موفق و پرسود باشید.